ذهنت یه ذهن لذت جوه، ذهنی که همین الان به سمت کارهایی که بیشترین لذت رو براش داشته باشه میره جلو. همیشه بین دو تا لذت بزرگتر و همیشه بین دو تا رنج کمتر رو انتخاب میکنه. اگر به انتخاب‌های زندگیت نگاه کنی این موضوع رو متوجه میشی. توی 2 جلسه گذشته راجع به رنج و لذت و تمریناتی که میتونه این اهرم رو ایجاد کنه، این جابجایی رو ایجاد کنه صحبت کردیم. تو این جلسه میخوام بهت آموزش بدم چطور میشه انجام دادن این تمرینات این جابجایی رو ایجاد میکنه، رفتارها تغییر میکنه و نتیجه میشه تناسب اندام. اگر به این آگاهی برسی مطمئنا بهتر میتونی تمرینات رو انجام بدی. باز هم دارم میگم جلسه‌ایه که دارم 1 هفته براش وقت میذارم، پس اونقدر مهم هست که تمریناتش رو درست انجام بدی و حتما تمریناتی که انجام میدی رو برای پشتیبانت بفرست تا پشتیبانت چک کنه. اگر تو موضوعی رو اشتباه متوجه بشی و اشتباه انجامش بدی قطعا اون نتیجه رو نمیگیری. پس اینجا میتونه همراهی کردن با پشتیبانت و دادن تمرینات بهش کمک کنه به اینکه تمرینات رو به شکل درست‌تری انجام بدی. تو این جلسه میخوام راجع به مثلث چاقی و مثلث لاغری برات صحبت کنم. این پست رو لایک کن. اگر هنوز پیج ما سابسکرایب نکردی این عکس آبی که این زیر داره میره بزن روش سابسکرایب کن تا بتونی وقتی لایو میذاریم، وقتی آموزش‌های دیگه میذاریم نفر اولی باشی که ببینی و ازش استفاده کنی. لایک کن بیا تا بهت بگم چه خبر. هر رفتاری که ما داریم از خودمون نشون میدیم حاصل یک سری اطلاعاتی که اینجا قبلا داریم. بارها راجع بهش صحبت کردیم. اگر به واسطه تجربیاتی که داشتم در بچگی لاغری برام رنج تعریف شده باشه، مثال همه میگفتم فلانی از لاغری داره میمیره، حالا یا این جمله رو به من گفتن یا من دیدم یکی دیگه این جمله رو به یکی دیگه میگفت و وقتی این جمله زیاد تکرار میشد لاغر شدن برای من توی ذهن من مساوی است با مردن و برای مرگ هم تعریف داشتم. خیلی ترسناک بوده. پس من برای اینکه نمیرم ناخودآگاه جسمم ذهنم مرا به سمت رفتارهایی میکشید که چاق بشم، چون لاغری مساوی است با مردن، چون امنیتم حفظ بمونه، بقام حفظ بمونه و زنده بمونم. حالا هر چقدر تلاش میکنم واسه لاغر شدن، چون اون برنامه قبلیه، تلاشام نصف نیمه میمونه و نتیجه دائمی ندارم. و در حالت کلی طبق آموزشایی که تو این 2 هفته دادیم به این نتیجه رسیدیم اگر من دارم رفتارهایی از خودم نشون میدم که منو به سمت چاقی میبره 2 تا علت داره. یا جایگاه چاقی توی ذهنم توسط اطلاعاتی که از دوران زیر 7 سالگی دریافت کردم لذت بخش تعریف شده، یا جایگاه لاغر بودن برای ذهنم رنج تعریف شده که الان دارم رفتارهای چاق کننده از خودم نشون میدم. من نباید بیام با خودم بجنگم، بخوام جسم رو تغییر بدم. شما اگه توی خونت یه درخت گیلاس داشته باشی که این درخت گیلاس هر سال میوه‌های خوشگیده بهت میده، نمیری از بازار گیلاس بخری به درخت آویزون کنی، میای به ریشه اون درخت رسیدگی میکنی. تقویت ریشه، دادن کوت، رسیدگی به اون درخت، اون ریشه باعث میشه میوه‌های مناسب تری بهت بده. اگر تو دائما داری چاق میشی، رفتارهایی هست که نمیتونی خودتو کنترل کنی، نباید به جون جسم بیفتی، رژیم هاتو عوض کنی، غذاهاتو تغییر بدی. نه، باید بیای علت رو شناسایی کنی و تغییر بدی. علت کلی میشه این: ذهن من یا از لاغری میترسه یا از چاق شدن لذت میبره و اگر من بتونم این اهرم رو جابجا کنم نتیجه تغییر میکنه. طریقه جابجا کردن این اهرم رو توی 2 جلسه قبل توضیح دادم. حالا میخوام بهت بگم چه اتفاقی میفته وقتی این اهرم جابجا میشه. وقتی اینجا چاقی براش لذت تعریف شده و یا لاغری براش رنج تعریف شده، یه مثلثی اتفاق میفته. من باید به سمت چاقی برم. برنامه، هدف. چاق شدن میشه هدف ذهن، هدف بدن. خب برای چاق شدن باید چه اتفاقی بیفته؟ قاعدتاً باید ورودی کالری بدنم بیشتر بشه، یعنی بیشتر از گذشته بخورم. به خودت میای میبینی 2 تا بشقاب خوردی. هر بار تصمیم میگیری حجم خوردن رو کمتر کنی ولی اون ولع اجازه نمیده. عملا میای رژیم میگیری ولی اون رژیم ولع رو بیشتر میکنه، چون خلاف باورهای ذهنی داری عمل میکنی، چون داری با ذهنت میجنگی و قدرت ذهن اینجا بیشتر از توه. عملا درسته شما با بیشتر خوردن چاق میشی، اما علت بیشتر خوردن چیه؟ لذت چاق شدن یا رنج لاغر شدن.
هدف من باید به چاقی برسم. چرا؟ چون چاق شدن لذت است یا لاغر شدن رنج است. تمام. این برنامه برای ذهن ایجاد شده. وقتی برنامه ایجاد شده به شکل ناخودآگاه رفتارهایی تولید میکنه، تو رو توی موقعیت‌هایی قرار میده که مجبور بشی بیشتر بخوری و این از کنترل خودت خارجه. ذیل اول مثلث، بیشتر بخور به شکل ناخودآگاه، دست خودت هم نیست. بعد اینکه بیشتر خوردی کسل میشی، بیحال میشی، کنار سفره میافتی. چرا؟ چون اگر اون چیزهایی که خوردی، کالری مازادی که به بدن دادی، بری تحرک، بری انرژی بیشتر داشتی بشی، بری نمیدونم بسوزونیش، عملا به اون هدف چاقی نمیرسه. پس بعد خوردن باید کسلی، بیحالی، انرژی پایین، درد، انرژی از جسمت گرفته بشه تا اون مازاد کالری سوخته نشه، خرج نشه، تا ذخیره بشه تو بدن و بدن به اون هدفش یعنی چاقی برسه. پس اول دریافتی کالری رو بیشتر میکنه و دو خروجی کالری، تحرک تو میاره پایین‌تر. و سومین اتفاقی که اینجا برات میفته، برای اینکه چاق بشی باید انرژی رو ذخیره کنی. برای اینکه انرژی ذخیره بشه باید متابولیسم بیاد پایین‌تر. یکی از اتفاقاتی که میفته سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. دیدی وقتی سرما میخوری، وقتی بیمار میشی، سیستم ایمنی فعال میشه، انرژی روزانت میاد پایین، حال انجام دادن خیلی کارها رو نداری، سیستم ایمنی بدن انرژی زیادی میگیره. پس یکی از کارهایی که انجام میده برای اینکه سوخت و سازی بیاره پایین، ضعیف کردن سیستم ایمنی بدن. تحرک ازت میگیره، عضلات رو ازت میگیره. چرا؟ چون هدف رسیدن به چاقی. وقتی این مصرف کننده های انرژی کم میشن، عملا متابولیسم میاد پایین. پس وقتی لذت چاقی اینجا شکل میگیره، سه تا اتفاق برات میفته. اتفاق اول، دریافتی کالریت میره بالا. اتفاق دوم، تحرکت میاد پایین. و اتفاق سوم، سوخت و ساز بدن، متابولیسم پایه بدن میاد پایین. 70% از کالری روزانه‌ای که شما مصرف می‌کنید صرف متابولیسم پایه میشه. متابولیسم پایه چیه؟ شما وقتی یه ماشین استارت میزنی، چه باهاش رانندگی بکنی چه نکنی، اون بنزین میسوزونه به واسطه اینکه فقط موتورش روشنه. بدنت مثل یک ماشین میمونه. بدنت در طول روز، در طول زندگی روشنه، مثل ماشین روشن میمونه. قلبت داره میتپه، گردش خون داری، سیستم ایمنی بدنت کار میکنه، دمای بدنت داره تنظیم میشه، هورمون‌های رشد دارن کار میکنن، بدنت داره ریکاوری میشه، همه اینها داره انرژی مصرف میکنه. بهش میگم متابولیسم پایه. یعنی اگه شما درازکش باشی، شب و روز بخوابی، 70% کالری نیاز داری تا زنده بمونی. 1800 تا 2100 کالری در طول روز بسته به بدن. و وقتی ذهن به این نتیجه برسه که تو باید چاق بشی و لذت در چاق بودنه، ناخودآگاه متابولیسم پایه رو میاره پایین تا اون مازاد دریافتی بشه که چربی توی بدن ذخیره بشه و هدف سیبل مقابل، چاقی، برسی. حالا تو میای با جابجا کردن این اهرم رنج و لذت اینجا میفهمونی آقا من تا حالا اشتباه میکردم، اتفاقا تناسب اندام خیلی لذت بخشه. ببین اون خانم متناسب چقدر خوبه، ببین اون قسمت اندامش چقدر خوبه، ببین چه لباسای خوبی میتونه بپوشه، ببین وقتی متناسب دیگه بیماری ها سراغش نمیاد، ببین وقتی متناسب چقدر هزینه‌اش کمتر میشه، دیگه هزینه دکتر نمیده، دیگه فلان دردهای بیماری رو نمیکشه. با تمریناتی که بهت گفتم میای با به کودک درونت با تکرار کردن توضیح میدی که تناسب اندام لذت است و من خواهان اون لذت هستم. وقتی جایگاه این اهرم عوض میشه، اینجا توی ذهن هدف تغییر میکنه. هدف میشه داشت رسیدن به تناسب اندام و برای اینکه به تناسب اندام برسی باید چربی های بدن آب بشه و هر چقدر این لذت رو بیشتر به ذهن بدی، سرعت چربی سوزی توی بدن بالا میره. خود به خود سه تا اتفاق برات میفته. یک، هدف مشخص شد، لاغر شدن و چربی سوزی. پس برای این کار باید قاعدتا کالری کمتری دریافت کنی و چربی بیشتری بسوزونی. گفتیم متابولیسم پایه بدنت 1800 کالریه. بعدم بهت میگه تو ذهن دستور میده 800 کالری بخور. مثال، عددها مثاله. شما 800 کالری وقتی میخوری فرمان سیری صادر میشه، اما 1000 کالری هنوز کمتر خوردی برای زنده موندن. اون 1000 کالری میاد از اون چربی ها گرفته میشه. پس ناخودآگاه بدونی که اراده‌ای داشته باشی میبینی سطح اشتهات میاد پایین و زودتر از قبل سیر میشی. دو، وقتی غذاتو میخوری اولا دیگه کسل و بیحال نیستی،
چرا؟ چون اگه کسی رو بیحال باشی دوباره به چاقی میرسی، چون اینجا اهرمو جابجا کردی، انرژی روزانت میره بالا، تحرکت بیشتر میشه. عملا الکی میخوای خودتو مشغول کنی به انجام دادن یک کار. میبینی کابینت‌ها رو میریزی بیرون جمع میکنی، دوست یه دفعه زنگ میزنه میریم پیاده روی، با هم میریم پیاده روی، میریم باشگاه. تو همون آدمی بودی که بیحال دلت نمیخواست از خونه بیای بیرون، ولی میبینی انرژی زیادی در تو تولید شده و تو عملا داری کارهای انجام میدی به بهانه لذت بردن و در کنارش کالری سوزی هم برات اتفاق میفته. قبلا به زور باید خودتو میبردی پیاده روی تا کالری بسوزونی، الان میبینی اصلا شرایط و موقعیت جور میشه و تو با عشق و علاقه میری، دست خودت نیست، یعنی شرایط توی رقم میخوره که تو تحرکت میره بالاتر. اینا همه کار ذهنه که داره انجام میده و حتی کارهای مشابهی که قبلا، همون کارهای روزانه‌ای که قبلا انجام میدادی، مثلا در طول روز 500 کالری ازت میگرفت، الان انجام دادن همون کارها در طول روز 1000 کالری ازت میگیره و تو این کاهش سایز رو احساس میکنی. و از طرف دیگه سومین اتفاقی که میفته، متابولیسم بدن میره بالا، سیستم ایمنی قوی تر میشه، تحرکاتی که داری تو رو به سمت عضله سازی میبره. عضله که میاد توی کار عملا کالری بیشتری مصرف میکنه، هورمون‌های رشدت بهتر فعال میشن، انرژی روزانت بیشتر میشه و کالری سوزی، متابولیسم پایه بدنت از اون حدی که بود بالاتر میره و احساس میکنی این کاهش وزنی که داره برات اتفاق میفته. اون زمانی که به سمت چاقی میرفتی، نه خوراک دست خودت بود، در اختیار خودت بودی، دفعه به خودت میومدی زیاد خوردی، نه تحرک دست خودت بود، هر چقدر تلاش هم میکردی تحرک داشته باشی، انرژی هم میذاشتی، محدود میشد و دوباره بیحال و بیکس میافتادی خونه و نه متابولیسم بدن دست خودت. اما الان وقتی ذهنیت لذت بخش بودن لاغری رو توی ذهنت میسازی، دوباره تحرک خورد خوراکت کمتر میشه و خودت تعجب میکنی، منی که این همه داشتم غذا میخوردم چرا الان حجم غذا اونقدر کم شد، مگه چه کاری انجام دادم؟ و دو، میبینی تحرکت، انرژی روزانت داره بیشتر میشه بدون اینکه تلاش خاصی بخوای بکنی و سه، متابولیسم بدن هم میره بالا و کاهش سایز و کاهش وزن رو تجربه میکنی. مثلث چاقی و مثلث لاغری فقط یه تعریف رنج و لذت میخواد. اگر این تعریف رو با تمریناتی که بهت دادم توی 2 جلسه قبل و درکی که از این جلسه پیدا کردی تکرار کنی، انجام بدی و درست بری جلو، اون وقتی که معجزه رو توی جسم خودت میبینی و تمام این آگاهی ها و اطلاعات به سرعت تمام توی جسمت خودشو نشون میده، به شرط اینکه با درک و آگاهی بری جلو، انجام بدی انجام میشه.